салом алейкум дӯстони азиз. Шумо аз камшавии мӯи сатан хис мекашед ва аз камшавии риш вой мехоҳед бузбала шавед ва баръакс хароб шудан мехоҳед ва сафедшавии пӯст шуморо азият медиҳад. Пас ҳеҷ хавотир набошед ва шумо яке аз компанияи боваринокро пешниҳод мекунам ки ба хости Аллоҳ ва бо кӯмаки дастгирии инҳо ба ҳама орзуҳоятон хоҳед расид. ба рақамҳои дар рӯи экранатон буда занг занед. ҳатман ба шумо кӯмак мерасонанд. Доставка ба Тоҷикистон дар муддати 3-4 рӯз мебошад ва ба шаҳрҳои Москва, Екатеринбург ва Санкт-Петербург дар муддати 1 соат аст. Яъне дар муддати 1 соат шумо метавонед ин чизҳоро дастрас намоед. ва ба дигар шаҳрҳои Россия бошад, дар муддати 3 рӯз метавонед дастрас намоед. ҳатман занг занед. шуморо интизор ҳастам. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر الفاتحة. تو کی هستی جنگاور؟ سلام همکار. علیکم سلام. ای مردک چی گفت است؟ یخمی نموی؟ با خدا بات باورم نمیاد. باز همین جنگاور. وای آدم که ها مرده رفته است. تو از پس چی هستی؟ بخیر بریم لبی ساحل. گوش کن. کسی که کی بودن جنگاور را فهمید بچه هلاک شد. احتیاط کن برادرم. نمک، شرف، اونالا لبیت کراسافچی همه شون برفتن. احتیاط کن که جنگاور پیدا نشه که سر شمشیرت بکشه برادرم. در حقیقت من فهمیدن میخوام مراد کمیسر تو از پس چی هستی ها؟ دیگر از پس چی میشوم؟ از پس اژدهارم. ای برادر باز همون اژدهاره او مرده رفت. یک حیات از پای هیچی میگردی کمیسر. نامی من کمیسر مراد. یگان جنایتکار خودش را مرده گفته پنهان شده نمیتواند. گنده یک روی کمیسر مراد. یک بار لیوین یکی زوبای در گوش نمیکنی. بین
پیش از وظیفه را گرفتن تو یک لوین کمیسر بوده اینجا. او هم با مثل تو جنگاور کلتکیلاس اژدهار گفته میگشت. مونده بود که جنگاور را بکشنه که جنگاور سری شمشیرش کرد. تا زنده ام نام لوین در ویردی زبانی ماست برادرم. جنگاور کی بودنش را میداند. هم مردک تکریو کو جنگاور مرده است میگویم. همش مرده رفت. کلتکیلاس جنگاور اژدهار مردند. از کجا میدانی که مردند؟ ها؟ جسد آنها را پیدا نکردند کو؟ شاخ و روکای کلاس از بر نیفتند. یافتند. شمشیر اژدهار و آلاتای مهنتی جنگاور از بر نیفتیم. یافته؟ خیر. یعنی تو گفتنی که جسدهایشون در کجایند؟ هم مردک ممکن اکل عبیدشون کرده باشه. مشکلی نیست. اژدها را به جنگاور مییابم. یک چیز میفهمم که بفهمم. چه خیلی؟ دختر نقابدار. دختر نقابدار؟ نه این رو از کجا با او پیوست کردی؟ چی خیر نه ها؟ چی خیر نه؟ آخر هر وقتی از پس اژدها روم این دختر روبروی میبراید. انیق یگان رابطه دارد. وگرنه چرا از پس اژدها است؟ انتقام گرفتن است. چه خیلی انتقام بهودگویی نکن از برای خدا. وای قصصی دوست داشته اش را گرفتن میخواهد. اژدها دوست داشته او را نکش مگر. چی ها میگویی؟ من نفهمیدم. جورا دختر نقابدار وای نباشد میگم. کی نباشد؟ زهرا شانلی قیسنگی لکونال نویره بوبی اکرم. زهرا شانلی هم خیلی میشوه؟ غیر امکان است. امکان دارد 100%. امکان دارد؟ از کجا میدونی تو؟ با چشم ندیدی مگر؟ ها؟ بهودگویی کرده ایستاده ای. آن دختر مرده است چه خیلی میشود؟ در این دنیا هر کار شدنش ممکنه برادر عزیز. موضوع کلان این. گوش کن. وای زهرا شانلی برای انتقام گرفتنش روش علیش کرده. حاضر تو از من میپرسی مادامی که رویش را جراحی کرده است پس چرا نقاب میپوشد؟ حاضر من بگم که در رو برای تو کمیسر لوین ایستادگی. تو مرا باور میکنی؟ البته نمیکنی. من کمیسر لوین روزی بیک استقامت کننده شهر ازمیر کوچه نگاری خانه 12. خانه شخصی من نیست. هنگام عملیات بر ضد اژدهای سرخ اون من را در سر شمشیرش کشید و بدنم را پاره کرد. شاگردم کمیسر زوبید را باشد به قتل رساند. طبیبان معاینه سرم را، زبانم را، روده 12 انگشته و گرده چپم را، خلاص روح من را در بدن کمیسر زوبید وارد کردند. این را غیر از من و شادیچه دیگر هیچ کس نمیداند. تو بسیار فیلم تماشا کرده سرت را گرم کرده ای. برادرم چه خیلی فیلم. حیات ما مثل فیلم شده است. هر روز داخل یک فیلم هستیم. بیا. سردارم دختر نقابدار در کامرای نظارتی نزد انبار دیده شد. سلام درود به پایان به کل مردم شریف تاجیکستان، به کل تاجیکان روی دنیا، مهاجرانی که این لحظه ما را میشنوند. الهام جان شادی هستم با تخلص مگم با وقت کوچکتر و کسانی که میخواهد که گرانسای قزاقستان مسکو را گذر کنند. شما میتوانید که با این رقم های تلفن زنگ زنید شرکت محیدین از کانال تاجیکس پروداکشن سخن کنید. البته کمپانی محیدین شما را دستگیری میکنه با وقت خوش، با سر بلند، با خنده شما را گرانسه برده با سر بلند میارند. کسانی که یعنی که حجت ندارن و پیش ماشین های گرانسه گذر آمده نمیتونن، البته شما زنگ زنید ای تای دم اومده شما را میگیرن. برای شما سر بلندی سرفرازی تمام میکنیم. خداوند یار و مددگار شما.
خسته نباشید بابا الهام. раҳмат сардорам. در کجاست دختر؟ дар куҷо ҳастӣ духтари ниқобдор? мана дар ин ҷо аст. کنی بینم؟ духтари ниқобдор. وای ماشین رو تعقیب دارد. ин ҷо куҷо аст? الهام بابا این نوارا کمتر پیشتر میتونی بکنی؟ اینجا طرف لینسکی رایون است. چشمه روبوت است کو؟ бале сардорам. ниҳоят ба даст афтоди духтари ниқобдор. گپ نیست که برای الهام. کار زنگ کنی بزن سر. به خدمتچی، زنگ بزن. اژدها در کجاست؟ نمیدونم. اژدها در کجاست؟ اژدها در کجاست؟ این خیلی آدم رو نمیشناسم. آخران بار میپرسم اژدها سرخ در کجاست؟ نمیدونم. اژدها را چرا میکوبی؟ برای کشتن. به این همه کیها مرده است. مادامی که اژدها را مرده است چرا اون آدم ها را کشتی؟ تو که گپ نزنند؟ مثل که کودک رو فریب میدهی. در راه هستن که دختر نخادار به همینجا گذاشته بود. میگه که به یک انبار در آمده است، به همونجا رفته ایستاده. فهمیدم همکار. گازا به ققه شدی چه؟ духтари ниқобдорро дастгир кунам, ту ҳам ба даст меафти аждаҳори сурх. мекушам туро. ин мотосикли духтари ниқобдор аст. کمیسر این جایها را من میدونم. در قفای بینو یک در پنهانی است. تو از دری پشت رفت. تمام. رفت. گپ نیست. شما هم با کمیسر زوبای روید. زود. همه تان از قفای لبه اخی صوبایت حرکت کنید. پلیس ها آمدن.
ҳам туро ҳам аждаҳоро мекушам. интизор бошед. маро дастгир карда наметавонӣ ҳамин хел не комиссар? беҳуда медавӣ.
ниҳоят шуда, ниҳоят хонадор мешавем. ҳоло ҳам бовариам намеояд. ман ҳам бовар намекунам, аммо бо изни худо ҳамаш мешавад. тамом набошад, ман ба хона медароям, барвақттар хоб мекунам. ту ҳам ба хона рав, барвақт хоб кун. хобатро гир. пеш аз хобат барои ман як расм фирист, фаҳмидӣ майдачам? расм гуфтӣ? аҳа. майлаш, барои ту аз пеш расм мегирам. аз пеш? селфи. тамом, фарқаш нест, як чизанд. то боздид набошад. шаб ба хайр. нағз бимон. даро Устод! Не! Устод! маро бубахшед, наҷотатон надодам. вай вай вай, қасру бубин, зебо аст. хуш омадӣ Зайнаб Шанлӣ, ба хонаи нават хуш омадӣ. ба фикрам хато напӯшидам. аз ҳама либоси зебоӣ ки юфтам ҳамин буд. касе нафаҳмида ин хонаро як аз назар гузаронем? бале, қоидаи аввал. хонум Зайнаб Шанлӣ духтари ягона, танҳо, зебо, нозуктабиат ва дилшикаста аст. ана ҳамин хел бояд бошам. бифармоед, ба назди кӣ омадед? салом, ман Зайнаб Шанлӣ. Зайнаб Шанлӣ гуфтед? خیز رو اول سر و نیشت را تراش بعد بیا. تو چه آدم هستی؟ تو بر اینها را من خانه نمیدیم. نمیدیهی نده آخیر، من هم از تو خانه کرایه نمیگیرم. ای حالا هم گپ میزند. آواش تو کی هستی؟
دانشجو هستی؟ نه جناب. خس با تو شین نگفتم. خدمت حربی کرده ای؟ بله. با فکرم با پول خدمت کرده ای. گوش کن، از اول میگویم اگر با پول خدمت کرده باشی برای تو خانه نیست. به پول خدمت کردم. آفرین. یعنی به پول خدمت کرده ای. خب زن داری؟ بله ندارم، یعنی فرصت نیافتم. این چه خیلی گپ است؟ فرصت نیافتم ها؟ چه خیلی فرصت نیافتی؟ تا در بالای سرت سنگ نیفتد زن نمیگیری؟ آن فرصت رو خودت میابی. یا اینکه تو به خانه دخترها رو میبری؟ اما عیب است مگر به خانه دختر خاموش! من تو باید ها را نست میدانم. نه، از کجا میدونید؟ مرا اولین بار است میبینید که. خاموش! گپ نزن! من میدانم وقتی که آدم را یکون بار بینم چه خیل بودنش را از چشمانش بفهمم. تو مثل دختر باز مینمایی. من به مردی بیزن خانه نمیدهم. نه امک جان، من از پسرهای بیزنی عروس باز نیستم. من نمیدانم رفته خانه دار شود یا. شما کمی مرا بفهمید. من هم میخواهم زن گیرم ولی امکانات نشد. چیکار کنم اکنون؟ چی کاره هستی تو؟ پلیسم من، کمیسر مراد. پلیس گفتی؟ خیر پسرم، از اول میگفتی پلیس بودنت را. پلیس ها تاجی سری ما هستن. با تو از همه خانه خوب رو میدیم. با تو خانه ندیم دیگر با کی میدیم؟ شین پسرم، شین راحت باش. رحمت. با تو خانه بهترین این محله را میدیم. یک جوان است نامش هجری، مؤذن است. آشیانه یکم او خالی است. آن خانه را با تو میدهم. هم از هجری درباره خانه‌دارشری کمی نصیحت میشنوی. امروز والدان هجری به خواستگاری زیبا صنمی ترکیه میروند. نفهمیدم آخر. مؤذن زیبا صنم ترکیه. مخصوص برای توست. کشاد روشن بسیار معقولت می شود. خوش بیا رویم. رفتیم. نمیوی مگر؟ بین خواهشمندها بسیارند. با آنها میگم رفتیم. گرفتنی باشی بیا رفتیم. بیا بگذار. یا خدایا. ملیس وای رو به خاطر داری؟ چی رو؟ خورد که بودیم تو من و زهرو بازی میکردیم. تو سرت رو در اینجا زده بودی. من؟ وای با یادم ناومد ولی چی خیلی با یادت نیست؟ بسیار گریه کرده بودی. یک دقیقه ایستید. با یادم اومد بعدن مادرم تو و زهرو رو بسیار جنگ کرده بود. هیچ از یادم نمی رود. نه جانم، من جنگ نکردم، سرزنشم نکردم. یعنی اگر گفته باشم هم با دقت باشید گفتم. بسیار شوق‌آور است شما بینید. از حادثه 10 سال میگذرد حالا هم به یادمون هست. حلالمون بود. زینب جان، تو در آلمان همه چیز رو رها کرده یک باره چرا به اینجا آمدی؟ چیزی شده است؟ هیچ چیز نشده بود. اینجا رو بسیار یاد کردم. دیگر با آلمان نمی روم. خوب، بخششو در کجا ایستادن میخواهی؟ یعنی اگر برای شما مشکل نباشد با شما اینجا ایستادن میخواهم. و یگان مشکلی نیست آخر. البته ایستاده میتوانی. من بسیار خرسند میشوم. میستی. محله تازه است. مکانی آرام است. خانه اینجاست. تا در زیر خانه هجری جا میکنم. بیا بینیم. بیا پسرم، بسم الله. بهترین. بیا بسم الله. بیا پسرم. انا در پس این در خانه هجری است. اینجا حجره تو است. بیا پسرم.
یا بسم الله. خوش. این خانه قبول مهمانان بسیار خوشه و راحت شکلی که میبینی. با اشیاهایش، آشخانه، حجره خواب، حتی تلویزیون داره. دیگر چی بخوای؟ بسیار زیبا. بیا ببینیم حجره خواب در این طرف است. گذر. شکلی که میبینی یلقاس میزند. نو تعمیر رنگ و بار کردم. همه تازه است. معلوم است. اگر معقولت شده باشد شرطنامه را میبندیم، ولی اگر معقولت نشده باشد در نوبت یک قطار آدم است با آنها شرطنامه میبندم، با آنها میدهم. یعنی شینه جنابی ازمی معقولم شد. خب نباشد چیکار میکنیم؟ شرطنامه را امضا میکنیم. این خیل باشد من به تو اجرت را نشان میدهم. رفتیم زینب جان. شناس میکنم دختری امکم زینب شنلی از آلمان اومده است. صلحیه و نازیه خواهر خونده هایم. ممنون هستم. من هم ممنون هستم. من هم از شناسای ممنون هستم. خیر زینب جان بیا خوبترش با حجرت میرویم. این دختر کیست مادر جان؟ یک خش دخترمون از آلمان آمده است. با اویلهشون وقتی زیاد بود که مناسبت نداشتیم، بینمون نفهمی بود. چرا این دختر یک و یک بار خسته آمده است؟ پدر و مادر ندارد مگر؟ پدر و مادرش جدا شدند. تا جایی که میدونم زینب با اویلهش دیداربینی نمیکرد. چی میدونم؟ واه جانم زیغ شدم. تو هم به همه چیز زیغ میشوی. مادر جان این دختر چرا آمده است؟ تو نمیدونی؟ هر کسی که محتاج شود به این خانه می آید. این رو بین. زنی بیرو پولی پدرمون رو خورده باز به ما گپ میزند. پدرم کفته این اجازه رو یافته است. اینجا حجره زهرا است. بعد از وفات کردن وی اینجا کسی نمی ایستاد. اکنون تو می ایستی. در وقت خوراک خوری و می خوریم. تو استراحت بکن مایلش. تا بازدید. بفرما. آخر اینجا 100 سوم نوشته اید. به فکرم خطا شده است. خطا نشده است؟ 100 سوم؟ بله 100 سوم دیگر اضافه نمیخواهم. چه خیل می شود؟ آخر بسیار خوب می شود یا خدایا. 100 سوم باشد 100 سوم. من پلیس ها را بسیار دوست می دارم. آنها تاج سری من هستند. پسرم من آدم شناس هستم. وقتی که آدم را می بینم کی بودنش را می فهمم. تو آدمی خوب هستی. تو را دوست داشتم. تشکرم. خیر اگر گپ پخته باشد امضاهایمان را گذاریم. تمام مشکلی نیست. بفرما. همینجا همین خیل نه؟ تمام. مبارک باشد. رحمت. خوش. این کلید خانه است. این کلید در بیرون اینش از درون است. اینش از بیرون اینش از درون. من چی سرم را گرنگ میکنم. خودت بین با کدامش کجا کشاده میشود. فهمو. خیر گوش کن چی میگویم. امروز به خانه ما خوراخوری میایی. دعوتت میکنم. نه رحمت. وای یگان وقت دیگر انشالله. نمیشود
وقتی که من گفتم تو میایی دعوتی هستی میگویم پسری من هم پلیس است کمیسر در وقت خوراخوری شناس میشویم فهما؟ خب مایلش این خاتم در بالایش سراغ هم است قصری بلوط میایی تا باز دید فراموش نکن دو کلید است کدامش که شد استفاده بر میسنجم امک جان قلمش رو فراموش کرد باز اینش رو هم عیب من میکند یا خدایا قلمم را نمیدیم یا خدایا چه خیلی خوب شد که به اینجا آمدم به خدا از مهمانخانه جانم خلاص شد ما اون دختر خودکاری نمیرم برای خیلی میکنید پدر در آخری کار چرا دست میکشید چی باشد آخری بچه با او دختر خاندار نشه و گفته به استانبول نکوچه مگر حاضر باشه با خواستگاریش برم آخه چی کار کنیم آقای سعدی پیش رهی بچه را گرفته نتونستی چه را با دستور خودمون خاندارش نکرده ایستاده مگر دست بگی پوشونم پدر آخر برای این دختری بود گواره بخش قول دادیم و از قولمون نمیگردیم با ما نمیزه و مایره دختری جورم ده وعده کردگی چی خیلی گهواره بخش پدر این خیلی نکنید من با سنم خاندار میشم گفتم من با خواستگاری او دختر نمیرم گفتم فهمیدی پدر مادر 2 سال رسا 2 سال شما رو عیب نشود گفته ایستادم 2 سال منتظر شدم که شما راضی میشوید حاضر که با خواستگاری سنم میرویم دست کشیدن جایز است مگر جایز است برای تو همه چیز جایز است یا خدایا مادر پدرم رو فهمونه آخه بچم برای سایرم عیب نمی شود سایرم باز دختر خالد میشه او گواره بخش کردگین و توی خل دختر پرتوفته نمیتونی ای مادر جان اقلا شما نکنه واسیه سریعی بچه کار نمیکنه آخی بای زیباسنمی ترسیه ای کجای نمیدونم ای بچه را جادو کردگی استغفرالله توبه چه خیلی جادو پدر همین خیلی جادو اگر جادو نمیکرد تو بچه ای نمیدی که ای پشت یک دختر اگر پدر مادرت بروی پدر مادر چند بار گپ زدیم کو من سنم رو میگیرم حاضر برای خواستگاریش میرویم گپهایتون رو بینید بچم او دختر نوده برای یک شطره اکا چرا این خیلی نگاه میکنید و مادرم در این مسئله چیزی نگفتم کو قسم خور خودت میدونی من بیهوده قسم نمیخورم فهمیدم نباشد من خودم به شما خواستگاری میروم او اکا ایست یک دقیقه ایست مادر پدر شما چیکار میکنید اکم رو تنها به خواستگاری روان میکنید خودت تاقه کجا میره قمچینی خر پاردم آقای سعدی بیاد بچه مونه توقع نمونیم که اگر رود دخترشونه نمیتنش با بچه ایدی دختر نمیتنه من بچه در پیچه پرتوفتنی ندارم زنی بیعقل برادر با کجا آمدیم با کجا آمدیم سلام علیکم دوستانی عزیز اگر شما خواهید که بهترین فیلم و کلیپ و سلسله فیلم ها و قصه های جالب ترین رو با صفت عالی دسترس نمایید پس با کانال تاجیک فیلم HD ابونه شوید سیرکه برای گزارش با کانال تاجیک فیلم HD در تگ ویدیو شما رو انتظار هستیم ای گوسفندو شما کجا شدید؟ از پشت شما به عقل ها شده به خواستگاری هجری دیر میمانیم اکا کنعان ما یک کاری خردککی داریم مو رو اجازه دی رویم ها چی کار دارید؟ اکا ما یک کاری مخفی داریم ای خر بچه مگر من به شما نگفته بودم که از دخترهای ازمی دور باشید اکا ما با تو نی ازمی را گفتیم نه دختروشه تا یکی جو خیل کردی اکا یکی اکا دختروش تنجی بدای ویا ما را دوست میدارم ما با ویا را دوست میداریم اکا کنعان عاشقان رو جدا نکن علنه حشرات ها اگر شما را یک بار دیگر در اطراف دختری ازمی ببینم پیش از او من شما را میپرانم مرا با وی دیوانه سر به سر نکنید برگم شه
من بطران امیک نیستم حیوان فهمیدی؟ آسیا گوش که من میرم نه که دختر خوزگاری نمیکنم تو خوزگاری میکنی من خوش نمیشم اوی چخل میشوه آقای سعدی آخه تو تای دومود میشوی من همی گفت گفتیستم من همی دختر را نمیخوام من هم نمیخوام گوش کنید من هم نمیخواهم بس است من خودم میکنم سلام علیکم جناب سعدی زودتر رفتیم بابای قادر انتظاری رو دوست نمیدارد به خدا حاضر میگیرم همی قادر سر پر وایرام شدگی گرگ لکن مبارک باشد انشالله دختر را میدهم. ای صغیره تو کی؟ در پایان خانه من چی میکنی؟ من مراد نو آمدم. همی خیل خوش آمدی مراد. خوش باشید. مبارک شود. خوش آمدید مبارک باشد. رحمت خدا شما را هم خوشبخت کند. خوش آمدید. کنی رفتیم باز در نمانیم رفتیم شما هم بیایید. اکا کنان جو ما از پس کارمو شویم. اکا کنان به این هم آدم بسیار است میگویم ما زیادتی نشویم ها؟ خوب اما از دخترهای عزمی دور میشوید وگرنه هر دویتان را میدونید چی کار میکنم آشنا این بابای قادر انیق به هجری دخترش رو با آسانی نمیدید وقتشون رو زیاد میگیرد اکای کنون دیر میوید با جهاز هر دومون بریم با دخترای دوملو عزمی به حضور چوی داره آشنا نشونید اکای کنون رو میکشم میگوید با عشق خودش آدم میکشم میفهمی؟ ای شوکت اگر عزمی باز ما رو دستگیر کند آن زمان چیکار میکنی؟ یا خدایا اگر من ایوهان میترسیدم در پای سوار نمیشیدم. شوکت خیلی شده است که با پایز ننشسته ایم. مترو دم نشته هر دوش یک چیز نیستم. یک چیزم ایشم با اوهان ساختگن اوشم یه بچه چی نگاه داری؟ ای برادر چی نگاه داری؟ با کسی مانند کردی؟ مانند نکردم. اگر کمی دیگر گذرانی تو را با کسی مانند میکنم که خودت را نمیشناسی. چی میگویدین؟ چی گفته ایستاده؟ چی گفتی؟ چی گفته ایستاده؟ تیگرورم ای بدبخت هیچ خیلی گپ زنی تو در محله ما با بسری ما رو زوری میکنی؟ نگذرانید که هر دویتان را به درون میپرتویم. به درون میپرتون گفته ایسته خانه را در نظر داره. جورا محباس رو گفته ایستاده از این پلیس است مگر؟ پلیس؟ خیلی افتخاره که در پلیس کار بگیرن. انشالله نیست چون که نو از محباس بر اومده هم سالی به اقل تو سفسطه نگو من پلیس 1000 متر بینی میشناسم. پیسرم شما کیم کی با ما با اتباعی مکت گپ زده؟ تو برادر کلتکیل از شوکت نیستی مگر؟ بله شوکت جان اصلی هم. اینو مرا یکجو میدونم. فکر ندارم. تو همکار سقراط جنایتکار سمی شما چخیل یک جای رفیق شدید ها؟ خیر تقدیر ما همین بوده است. تمام برادر تو اینها رو از کجا میدونی؟ اگین هستی؟ دیگر از کجا دانم؟ پلیس هم من. پلیس هستی؟ کمیسر مراد سمی هر دو بری رود سیاه. این آدم پلیس نبوده است این آدم کمیسر بوده است. شما باید میکردید یعنی کمیسر مراد از شناسایی بسیار خوشحال شدیم جناب. جناب کمیسر بخشش که رنگ آدم شناس نشدیم. من حاضرم رفیق ما گوش میکشم. تو گوش گیرو میکشی چی گفته ایستاده یا؟ سمی بدبخت دم تا بگی مگه پتا دو دیسم یا خدایا حیوانی تو نمیفهمی. دروغکی بخن حیوان. عذر میپرسم رفیق کمیسر این رفیق من بسیار بچه خوبه. راجش همه خیلی پراتیو نه که درونش رنگ آینه صافه. تورات میکنه اونه که نمازش
نمیخونه ای بدبخت یگان چی بگو گپای من تموم شی. یعنی مختصر کرده گویم این برادر جانم گفتنی هست که پلیسان توجی سر ما هستند نسبت اونو احترامی به اندازه داره. الان منم همه گپ گفتنی بودم نه که بدبخت پیش من گفت از آدم خیانتکار احترام نمیخواهم. کی خیانت کرده ای مردک؟ من اون کس خیانت نکردم. ما این خیلی نکردیم. با کلتکل از خیانت کردی. کردم اما خودم ششتم. غیر از این کلتکل از گفتگی آدم هم بیگناه نبود. از پسش گپ زدن خوب نیست اما جنایتکاری وزنی بود. یعنی میگه ای پسش گپ زدن خوب نیست و با بدبخت ای پسش گپ زده است. ای حیوانی بدبخت خیلی بود نبود و برادری من بود. ای پس او گپ نزن که بین ای رفیق کمیسر از برادری من یگان خبر هست. البته به فکرم که او زنده ام برادر. چخیل زنده هست؟ سوال دادم که زنده است. یعنی زنده است نه مرده است ها؟ آدمی مرده رو باز چی میپرسی؟ مرده است؟ چخیل بچه مرده است بگوید. یعنی این رو گفتم میخواد که تا حال جسدش پیدا نشد گو برای همین او رو پرسید. یکی باز مرده است گوید برادرم مرد نه مرده است برادرم که مرده درد شاده بسیار وزین است. حالا هم درد برادر میکشد. عمیق و اغلا زنده است. خدا اگر جانم رو نگیرد یگان روز از یگان جا میبرد انشاءالله. خاموش استید. فکری تو را کسی پرسید؟ با شما هیچ به گپ در آمده نمیتواند میگویم. آیسته آیسته صحبت کنیم اما دایم زید میبراید. رفیق کمیسر درباره برادرم یگان خبری شود من همین جایم. شوکت کرسافچ گوید همه میشناسد. لطفاً مرا خبر دهید میلش. خوب رفته گم شوید. حالا گم شدیم. حالا هم همین جایید. اجازت شما باشم ما دفع میشیم کمیسر. خیر روزتون بخیر. انصاف دیوانه بودن. سگی گزنده شغال ها. آمدند ناویند مادر آمدند آنها. دخترم من تو رو نمیدهم نمیخواهم. مادر چی کار میکنی؟ با تو چی گپ زده بوده ما؟ هیچ فهمیده نمیتوانی دخترم. من تو رو با معزین نمیدهم. ولی ما همدیگر رو دوست میداریم. قادر با دخترت یگون چیز نمیگویی؟ سلام علیکم. علیکم سلام. خوش آمدی پسرم. خوش باشد. یک کیلو سیب میخواهم من. سیب؟ آخر تو را نشناختم من. بیگانه هستی در این محله. تو را ندیدم نوامدی. نو کشیده من. نو با اینجا آمدم. خوش آمدی. به کدام خانه کشید؟ یک هجری از کو معزین. هجری ما. در یکم آشیانه او هستم. به خدا بچه خوب است. خوشبختانه زندگی کن. میدانی امروز برای خواستگاری دختری بابای قادر برای هجری میرود. انشاءالله میدهند. جوانها یکدیگر رو بسیار دوست میدارند. میدانی؟ خب انشاءالله مبارکشان باشه. بخیر باشه. قادر جان از مهمان ها نمیپرسی که چرا آمدند؟ البته میپرسم زنک. شما چرا آمدید؟ آسیا جانم با ایو بگو که برای چی ما اینجا آمدین؟ ما چی میگم آخه؟ با چه خاطر آمدن من معلوم نیسته؟ یا که یا خبر نداشتن؟ مگر این خیل میشود خانم آسیا جان؟ البته که خبر دارند. قادر جان ما مگر خبر داشتیم که مهمان ها می آیند؟ من میدانستم زنک جان.
ولی من نمیدونستم. نمیپرسی که چرا اومدند؟ شما چرا آمدید؟ هم خیزبه؟ برای چی آمدیم نمیدانی مگر؟ هم خیزبه چرا آمدن من میدانم او زنم فهمیدن نمیخوام. یا مورا مسخره کدیستند. خزین نریم خزین. رفتیم. پدر با کجا میروید؟ از برای خودشینی داخل پدر. این چیکار کدیستای؟ قهوه ها آمدن. مادر قهوه آورد. شما قهوه رو دوست میدارید کشینی؟ من قهوه را مینوشم میرم. اوش جوش اومدگی باشه یا نباشه؟ پدر قهوه دیدستم. خیلی گیرید قهوه. بخشش هجری جان نای هجری بسیار سخت است بچه هم از سوزونده. آخر هجری نافهمیده شد. با تو چیزی شده است؟ میسوزد مگر سختن مگر هجری اکم رو سوزوندی. تو چه خیلی دختر هستی رو از اینجا. ای دخترم سر و رویت نسوخته است دخترم. ای دختری بهنر بچه ما سوزوندی. خدای مهربانت چی خیل بدنی دختره با ما در رو نشانه. پدر چی ها میگوید پدر؟ از برای خدا یک قطره قهوه پری چیزی نشده. تو را سوزانده دیده و دانسته به همین دختر خواندار بشی. پدر سوخته باشم من سوختم. چیزی نیست خوبه. بچم پشتیش نگی. مجبور نیستی که با این دختر بهنر خواندار شوی. جواب شبته. حالی هم وقت است میریم. حالی یکم کار نکردیم و چیکار کردیم؟ بیا تستر بریم. استید یک دقیقه استید. شما دختری مرا بهنر گفته نمیتوانید. آفرین زنک جان. ای زنک بهنر بهنر میگن دیگه چی میگن؟ قنطه بزه وسیمو. مادامی که دخترم رو بهنر میگوید چرا به خوزگاری دخترم آمدید؟ آفرین زنک جان. هم دخترم را به هنر میگویند هم خواستگاری میکنند. نه دختری شما را کی خواستگاری کرده است؟ چی گفتیستی؟ آخر شما برای خواستگاری نامدید مگر؟ نه آمدیم. نباشه چیکار داره در اینجا؟ چایخری آمدیم. رفیقان یک دقیقه کمی آرام شوید. سلام دخترم، تو رفته از نو قهوه دم کرده گرفته بیا. زود باش. میگویم که بیاید از نو صحبتمون رو آغاز میکنیم. از نو شروع میکنیم. نه من نمیخوام. بچه ما دختر شما را نمیتم. مرا فهمیدین؟ ما هم دخترمون رو با پسر شما نمیدیم. ما دختر شما را نمیخواهیم. ما هم دختر را به شما نمیدیم. فهمیدید؟ برای پسر دیگرش رو یاب از دختر من دور شود. توبه اصلا دختری تا ای پشتی بچه ما میدوه. بین چخل چسبیده است. هجری یگون کار بکن. سلام چیکار کنم؟ وضعیت رو نمیبینی؟ همه برباد رفت. خواستگاری هم کن. از کی؟ از کی میشود؟ از پدرم بخواه. من؟ البته تو بس کی دیگر میکند؟ نمیبینی والدین تو مرا خواستگاری نمیکنند؟ کنی هجری تو این کارو میتوانی؟ با تو باور دارم. کنی بکنی؟ نه تو با اونها نگر. ولی پدرت بسیار عصبی است. کنی هجری این کارو میتوانی؟ مایلش. جناب قدیر چی گپ؟ چی میخوایی؟ با امر خدا و قول پیغمبر دخترتان رو برای خودم میخواهم. نه تو گپ رو نمیفهمی؟ دخترم رو به تو نمیدیم. پدرت نمیدهد سنم. درستتر بپرس هجری. از این درستتر چی خیر پرسم سنم؟ قانونیش همین است. نمیدیم گفتم نمیدیم. تو چه خیل دختر تا بچه مدن نمیدیم؟ تو در خانه من آتش میکشوی؟ چرا؟ شما چیکار کرده ایستاده ایلا؟ بابای خودی مگر ما در اینجا با این مهمانان صحبت شیرین کردن نمیتوانیم؟ همه را گرفته به بیرون روید. بابای قدیر در این وضعیت نرویم چی؟ همه تان اجازت در شده روید. با سری ما رو آدم آوردستی. تو چی خیل دختر تا موده نمیتی؟ نگیریمش. نمیدیم. نگیره
نگیرمش نمیگویم کسی دخترها نمیگم سلام علیکم دوستان عزیز. اگر شما خواهید که بهترین و جالبترین صحنه‌های حجی را از جمله از گروه محفل را دسترس نمایید، پس با کانال محفل را عبدالله شریف آبونه شوید و بهترین و جالبترین صحنه‌های حجی را دسترس نمایید. سیرکه برای گذشت با کانال در تگ ویدیو. بخیر باشد انشالله. از کجا صدای تیر می آید؟ صدای تیر از کجا می آید پسرم؟ اکی جوهر تاجیلا با پلیس زنگ بزن. صدای تیر از خونه بابای قادر می آید. چرا همیشه من زنگ میزنم تو چرا زنگ نمیزنی؟ باز رقمی آنها بی پول است. یک لحظه ایستید، به هیچ کس زنگ نزنید، من پلیس هم حل میکنم. خیر. نگیر بیام خودتان رو با دست گیرید. نگیرم گفتم. گاب یکتا چهارده تیر پراندی. ای باز 14 تیر دارم. 14 تیری دیگر بارم. شما چی کار میگید؟ دیوانه شده شما نداره. چی کار میکنم؟ پلیس تسلیم شوید. جناب سعدی، این همسایه تو پلیس بود از کو؟ همسایه؟ تو عروسی ملیسایی؟ کمیسر مرادم، سلاح ها را پایان کنید در حال. همسایه خطه به دست. وای کمیسر، من حاضر به شما میفهمونم ما دخترم اون رو به اینها ندادیم، خواستن ما رو کشند، اونها رو دستگیر کنید. تهمت به خدا که تهمت ای کمیسر، اصلا بچه‌مون ما دخترش دادنی نشده، برای همین ما را کشتنی ام. اینها را دستگیر کنید. آنها یکدیگر را دوست می‌دارند. دهید روند. کمیسر تو چه میگویی؟ آنها به خانم هجوم کردند. دستگیرشان کن. آنها را به شعبه بر، نباشد شکایت میکنم. من روی تو شکایت میکنم. یگان حادثه نشده است که به شعبه روند، کسی را نپراندند. خدا خواهد به نزدیک خدا میشوند. کمیسر دستگیر کن آنها را، دستگیر کن. خوب، شما هم تیر پرانیده اید کو؟ ای برادر تو چخیل پلیس هستی؟ وای به خانه من آمده برایم تیر کشاد میگویم. مگر من حقوق ندارم خودم را حمایت کنم؟ من هم از حقوق خودم خوب استفاده بردم کمیسر. اینها به نزدیکی خدا میشوند. خدا خواهد این سلاح‌هایشان هم رخصت دارن. یگان کمبودی نیست. از من رخصت دارن. از من هم. از تو هم رخصت دارد؟ البته کمیسر، مگر سلاح را بی رخصت میگردانم؟ مگر این خیل میشود؟ خوب، کنی به جایهایشان گذارید. حاضر، شما حالا هم از یکدیگرتان شکایت دارید؟ من شکایت نمیکنم، لیکن دیگر آنها رو دیدن نمیخوام. بگذار آنها رو دیگر نبینیم، هیچ نبینیم. ما هم شما بیزاریم. ما هم شکایت نداریم کماندیر. به اینم بچه مونه ای دختری به هنر در نمیتیم. ایرا گوهره بخشش نمیتیم. راست ما با گوهره بخشش میتیمش. همین خیر. آی چه خیلی خوب. دهید که روند. با گهواره بخشت میدیهم؟ تو مرا خیانت میکنی هجری؟ چی خیل خیانت سنم؟ تو چی هم میگویی؟ مادرت چی میگوید؟ مادرم این خیل گفتن نمیخواست، گوش کن. چی گفتن میخواست؟ چی گفتنی بود؟ این خیل گویم سنم من آخر کجای این را با من میفهمانی تو؟ بیا تنها گپ زنیم ما. بیا بچم رفتیم بیا که رفتیم. بیا بچه جان بیا رفتیم بیا هجری؟ نصیبت نکند هجریه. تو این را چی خیلی مرا دیدی؟ آخر من شیرینی رمضانی تو بودم. چی شده کنون؟ رمضان تمام شد، شیرینی هم تمام شد مگر؟ میفهمونم این خیلی گپ نیست آخی. رفتیم روز بخیر. روز بخیر. بین چه خیلی خوب شد. آنها رفتن خلاص شدی دخترم. من روند. مادر باز می آید؟ این
این زینب یک باره کار بارش رو پرتافته چرا به اینجا آمده باشد؟ یک فکر کنید. هیچ نفهمیدم. زیر کاسه نیم کاسه است ولی به نزدیکی بویش میبروید. هر جا باشد خیشانش را یاد کرده است. اکنون خیش و تباری شما هم میشود جانم. با من چی کی میشود مادر جان؟ ملیس در کجاست مادر جان؟ نامزدش را گسیل کرده ایستاده است. نامزدش در خوراک شام نمی ایستد؟ نمیتواند چون که یک مجلس مهمی داشته است. خیر چی خیلی که نباشد سرداری یک شرکت بزرگی است. البته این خیل کارها می شود. خوب ولی مادر جانم آخر ملیس اکای کمالم را دوست می دارد. با برق خوشبخت نمی شود. ملیس اکای سیاهی تو را دوست نمی دارد. برق را دوست می دارد. فهمیدی؟ این رو همیشه در یادت بگیر. دایی ما رو عصبی می کند. میخواستم با تو خوراک خورم ولی یک مجلس مهم دارم جانم. هیچ گپی نیست. با دقت باش مایلش. تو رو بسیار دوست میدارم میدونی؟ ملیس برق را گسیل کردی؟ با کجا؟ خوراک میخوریم. گرسنه نیستم مادر. ملیس زیقم نکن. کمی گذشته شی. اوف نکن. چیکار میکنی؟ پیشت را نگاه کن. رفته دهان و بینیش رو میشکنیم. کار در راه. شما کی هستید رازنها؟ مرا ورزشکارها زدن نتوانستند. شما میزنید. آه ملیسا مرا گذاشته با این مرغ خانه دار میشوی. این رو با من چه روا میبینی ملیس؟ دخترهای من جانم سلطانم. عزمی جان ملیس دخترم تو رو بسیار زیق میبینم. بین به نزدیکی نامزدی میکنی. خرسند بودنت لازم. باید بسیار خوشحال باشی. همه خیلی نه؟ یا اینکه کمال تو را رنجان. کنی گپ زنید. کمال ناخلف به اینجا آمد. کنی گوید کمال آمد. را از اینجا پیش کردم. به اینجا ناید گفتم. با چشمانم نگاه کرده گوید آمد یا نه آمد؟ نه پدر چند روز شد که اکم نامده است.
азми ҷон ором шав лутфан. ту пешаш кардӣ дигар ба ин ҷо наомад. фикрашро накун. ояд ба ман хабар диҳед. салом ба ҳама. салом акаҷон. ҷонам. падар рост неист. кани бишин. писарҳам ту ин додаратро чаро соҳибӣ намекунӣ? боз чӣ гап шуд? камола бо чӣ кор кард? чӣ кор кард? ту кор ҳастӣ? духтарам мелисро зиқ кардааст. падарҷон ман қатъию гап зада будам. чанд борига гап бизанам? бори дигар ба вай бигӯй ки ба назди духтарам мелис наздик нашавад. фаҳмидам падар. қатъию ба забони худаш гап мезанам. хуб мешавад. салом. зайнабҷон хуб истироҳат кардӣ? бисёр хуб истироҳат кардам. султонам ин духтарам кист ки нашинохтам? ай азмиҷон ман фаромӯш кардам ки ба ту гӯям. духтарамон зайнабшанлӣ духтари амаки зуҳро ва мелис аз олмон омадааст. духтари амакаш яъне? аз омаданат хеле шодам. хуш омадед. мамнун ҳастам. хуш бошед. бо иҷозати шумо. ай зайнабҷон нарав, камтар пас хӯрок мехӯрем. ман пеш аз хӯрок каме ҳаво гирам. майлаш. як телефон кунам. духтарам телефон дар ҳуҷра мондааст. рафта биёр. тамом. ту пайдо намекунӣ. худам рафта мегирам. акаҷон духтар махғулат шуд чӣ? ишек ҷо ёфтӣ бо? эмон ака ҳушат рафт. ҳатто фурсат наёфтӣ ки бо ӯ шинос шавӣ. акаи зебои ман он худпарастро чӣ кор мекунад? хоҳари соддаам. ҳеҷ гап нест. бисёр духтари зебо аст. султонам фаромӯш кардам гӯям. имрӯз як меҳмон меояд. кист? иҷоранишини нав. поёни хонаи ҳиҷрӣ холӣ буд ку онҷоро кироя додам. полис будааст. кӣ? вай номаш мурод аст. чӣ аст? комиссар аст. полис аст. иншо меояд. бо ҳамон шиноси ман комиссар мурод набоша? чӣ медонам ман а? шом ки ояд инҷо мебинӣ ӯро. шояд шиносӣ, шояд не. аз он комиссари аблаҳ дур шудан бисёр кори хуб шуд. боз дишаб ба ёдам омад мӯи сарам рост хест. аждаҳорам ҳар вақт метавонад ба ин ҷо ояд. бояд бодиққат бошам. баҳ баҳ, хонаи кироидеҳро бинанд.
бахшиш. пешатро нигоҳ кун хирс. хирс гуфтӣ? ту киро хирс гуфтӣ? хирсбача? хирсбача гуфтӣ? дуруст гап зан бачаи дағал. раве духтари безеб. бас асте рав гумшав. аслан ту рав гумшав чиркини безеб. чӣ гуфтӣ ту? чӣ гуфтӣ? чӣ кор мекунӣ? мушт мезанӣ? чӣ шуд мисли маймун хомӯш шуда мондӣ? як чизро гӯям, ту дарди сари ман ҳастӣ. рав ба ягон каси дигар дарди сар шав. ба мағзи сарат ифлосӣ даромадааст. рав табобат гир. би ин ҳолу ҳам гап мезанад. калла шалғам бар ин. калакаду. зарди пачақ. чӣ шуд? шах шуда монди тарсончак? тарсончак аст чӣ аст? ту чӣ хел махлуқ ҳастӣ? кӣ ҳастӣ? ту кӣ ҳастӣ? аввал ман пурсидам ту кистӣ? аслан ту кӣ ҳастӣ?